یه زن و پسر 5 ساله‌اش تصمیم میگیرن پدر خانواده رو وقتی از سر کار برمیگرده سورپرایز کنه. اونا با بادکنکای رنگی و یه بنر بزرگ خونه رو تزیین میکنه. حتی یه ردیف بادکنک رو با نخ به در میبندن که مرد توی لحظه ورودش به خونه سورپرایز بشه. بعد قایم میشن و با هیجان منتظر میمونه. مرد میرسه خونه و درو باز میکنه، ولی یهو پاش به نخ بادکنک گیر میکنه و با سر میفته زمین. زن و پسرش با شوق میپرن بیرون و فریاد میزنن سورپرایز. اما مرد که روز سختی سر کار داشته با عصبانیت میگه حالا این چیزا رو نداره. بعد با ناراحتی از خونه میره بیرون. پسرک با ناراحتی مادرشو بغل میکنه و اشک توی چشماش جمع میشه. اون همه زحمت کشیده بودن، اما اون با بیرحمی همه چیزو خراب کرد. ولی یهو در خونه باز میشه. مرد با 2 تا کادوی بزرگ توی دستش برمیگرده و با خنده میگه واقعا فکر کردین میذارم یه روز کاری سخت باعث بشه ناراحتتون کنم؟ امروز 8مین سالگرد ازدواجمونه. هیچ چیز نمیتونه خرابش کنه. عشق همینه دیگه. حتی وقتی حال خودت خوب نیست، راضی نیستی حال عشقت خوب نباشه.